این شما و این ویدئوی تجربه من از کوچ از بندرعباس به تهران و 3 ماه زندگی مستقل توی شهر تهران. خب بالاخره وقت اون فرا رسید که من تجربیاتم از زندگی توی تهران رو بگم. قرار بود این ویدیو ماه اولی که من اومدم به تهران گرفته بشه و بعد قرار بود ماه دوم گرفته بشه و کلی از من تو اینستاگرام سوال میپرسیدین. خودم خیلی علاقه‌مند بودم که زودتر تا تجربیاتم تازه بیام و این تجربیات رو باتون به اشتراک بذارم، ولی نشد و رسید به الان که 3 ماه از اومدن من به تهران میگذره. خیلی خبرها بود این مدت، خیلی اتفاق افتاده، واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم اصلا. واسه همین اومدم این ویدیو رو تقسیم کردم به چند تا قسمت. یکی بخش اسکان و کلا ماجراهای این که چجوری من تونستم به خونه اجاره کنم و فرآیندش چه شکلی بود. بعد مسئله خرید وسایل خونه و کلا وسایل ریز و درشتی که این مدت تهیه کردم. بعد در مورد حمل و نقل توی تهران فکر کنم یه بخش کوتاهی رو بتونیم اختصاص بدیم بهش و بعد تجربه خودم از زندگی مستقل و زندگی توی تهران در کل، که تهران چه جور شهریه به نظر منی که از یک شهرستان اومدم اینجا. پس بریم سراغ این بخشا. البته همینجا اینم اشاره کنم که خب همه اینا تجربیات منه و ممکنه که هر فرد دیگه‌ای که به اینجا پا میذاره یا مثلا زندگی مستقل رو شروع می‌کنه تجربیات دیگه‌ای داشته باشه یا حتی نظرش مخالف باشه با من. در کنارش هر سوالی که در مورد تجربیات من داشتین که اینجا توی این ویدیو قرار داده نشده بود، چون میدونم ویدیو طولانی قرار بشه، حتما توی کامنت ها واسم بنویسین، من میام جواب میدم، یا توی اینستاگرام واسم بنویسین که اونجا حتما باتون به اشتراک بذارم جوابشو. بخش اول اسکان. خب در درجه اول من وقتی که اومدم تهران و میخواستم دنبال یه جای برای موندن بگردم، دنبال این بودم که برم یه خوابگاه یا اینکه با یک سری افرادی همخونه بشم و از یه مدت قبلش داشتم سرچ میکردم برای اینکه ببینم خب چجوری میتونم همخونه پیدا کنم، چون من کسی اینجا نمیشناختم که بخوام باش همخونه بشم، و اینکه چجوری خوابگاه ها رو پیدا کنم. یه سری منابعی هم که تو این مسیر به من کمک کردن و حتما تو این ویدیو بهتون معرفی میکنم. اولین منابعی که برای همخونه پیدا کردن و برای خوابگاه پیدا کردن داشتم، یکی کانال همخونه شریف بود که کانال تلگرامیه که از بقیه کانالایی که برای همخونه یابی هستن خیلی استانداردهای بهتری داره. یعنی حداقل اون آگهیایی که آقایونی هستن که دنبال همخونه خانم میگردن رو اونجا نمیذارن و واقعا افرادی که دنبال همخونه هستن اونجان بیشتر. البته خب بینشون باید سوا کنین، بالاخره هر جور آدمی تو کانال ممکنه باشه، ولی من خیلی رو اونجا دیدم که واقعا دنبال این بودن که همخونه خوب پیدا کنن و یه سری از آدما رو هم اتفاقا اونجا پیدا کردم و وقتی اومدم تهران رفتم سراغشون، خونه‌ها رو دیدم، با اون افراد آشنا شدم و خب این تجربه رو داشتم که برم و یه چند جا رو ببینم با یه چند نفری که دنبال همخونه هستن صحبت کنم که اتفاقا آدمای خیلی متشخصی بودن، استاندارد زندگی خودشون رو داشتن. در نهایت قسمت نشد که من با هیچ کدومشون همخونه بشم، ولی تجربه جدیدی بود. چیزی که از دیدن این خونه ها و کلا این تجربه صحبت کردن با یه سری افرادی که دنبال همخونن به دست آوردم اینه که واقعا خیلی بستگی داره که شما چقدر آدم منعطفی باشین و در کنارش چقدر آدمی هستید که میتونید قوی باشید و قاطع باشید. یعنی هم یک انعطافی نیاز داره زندگی کردن با همخونه و همین که قاطعیت نیاز داره که یه جاهایی که لازمه شما واقعا چارچوبای خودتون رو بذارین و یه جاهایی که نیاز به انعطافتون انعطاف رو داشته باشید. به نظرم اگه آدمایی توی یک چیزی مشترک باشن، مثلا یه کار مشترکی داشته باشن یا رشته مشترکی درس بخونن یا توی دانشگاه مشترکی باشن، توی این فضاها خب وقتی اون نقطه مشترکی هست بهتر میتونن با هم دیگه کنار بیان. ولی منی که خب با هیچ کدوم از این افرادی که می‌خواستم برام هیچ نقطه مشترکی نداشتم، یکم سخت بود ارتباط گرفتن. همونطوری که گفتم یه جای دیگه‌ای که من دنبالش بودم خوابگاه‌ها بودم که یه وبسایتی هست و یه پیج اینستاگرام به اسم خواب اینجا که خوابگاه‌ها رو معرفی میکنه و یه سری افراد هم نظر دادن. تو کامنتاش میتونین این سری نظرات رو بخونین. توی وبسایتش امتیاز وجود داره و بعد میتونین بر اساس اینکه توی کدوم منطقه دنبال خوابگاه میگردین برین اون خوابگاه رو پیدا کنین، یعنی اینکه کارمندی باشه یا دانشجویی باشه، اینا رو همه رو شامل میشه. و من اونجام که تحقیق کردم یه سری خوابگاه‌ها بودن که اصلا از قبل از اینکه برم تهران وقتی بندر بودم زنگ زدم بهشون، خیلی هاشون پر بودن. یعنی خوابگاه واقعا اینجوریه که
لحظه آخری ممکنه یه جاهایی رو گیر بیارین، مخصوصا که فصلی باشه که خب شلوغه، مثلا افراد دارن میان برن دانشگاه رو شروع کنن، یا یه خلاصه فصلاییه که شلوغه دیگه، ممکنه افراد بیشتری نیاز به خوابگاه داشته باشن و یکی دو جا بودن که خب اوکی بودن و بعد من گفتم خب وقتی اومدم تهران میرم نگاه میکنم. یه جا رو هم فقط رفتم نگاه کردم، ولی هزینه خوابگاه واقعا زیاده، مخصوصا اگه بخواید مستقل باشین. یعنی من خیلی دوست داشتم که یه اتاق مستقل داشته باشم، به واسطه اینکه واقعا تا اون لحظه عادت نداشتم که مثلا تو خوابگاه یا با چند نفر دیگه زندگی کنم و مطمئن بودم که اگه یهویی بیام تهران و بخوام برم مثلا توی اتاقی با 8 نفر دیگه 6 نفر دیگه زندگی کنم دچار مشکل میشم و بعد پشیمون میشم از اینکه همچین تصمیم گرفتم. ولی اتاق مستقل خب هزینه‌هاشون خیلی زیاده، مثلا ممکنه اجارهشون 10 تومن 12 تومن 14 تومن حتی باشه و خب خوابگاه دیگه در نهایت، یعنی که یه اتاق کوچیک بهتون میدم. من یکشو رفتم نگاه کردم، خوابگاه خیلی جای خوبی بود، خیلی قشنگی بود، خودش ترتمیز بود، ولی اتاق خیلی کوچیک بود و خب به هر حال مثل خونه مستقل نمیشه. اگه شما میخواین برین خوابگاه احتمالش خیلی زیاده که بتونین یه جایی رو پیدا کنین با همون پولی که دارین، یا مثلا یه سری از اتاقا بودن که بعد بابتش رهن میدادی و بعد اجاره کمتری میدادی اگه به طور مستقل میخواستی زندگی کنی. اگه شما نگران اینین که خب تنها زندگی کنین دچار مشکلی بشین، از لحاظ امنیتش مشکلی دارین، یا مثلا وسایل نمیتونین بگیرین که خب اونجا وسایل وجود داره، شاید خوابگاه به صورت اتاق مستقل گزینه مناسبی باشه. ولی من الان که برمیگردم واقعا فکر می‌کنم که گزینه خوبی نبود. و خب توی خوابگاه هم احتمالاً همه جور آدمی هست دیگه، هر چقدر که گزینش کنن، باز شما اگه مثلا با این نفر بخواین همخونه بشین میتونین بشناسینش قبلش، ولی توی خوابگاه خب خیلی آدم‌ها اونجا هستن، فکر می‌کنم که هماهنگ شدن با اونها ممکنه سخت باشه. البته این فقط از تجربه مثلا یه روز رفتن و دیدن یه خوابگاه و بازدید از یه خوابگاهه. پس من اومدم اول رفتم دنبال همخونه، یه خونه سمت جردن نگاه کردم، یه خونه سمت ولیعصر و فلسطین نگاه کردم، یه خونه سمت آذربایجان نگاه کردم، با یه سری آدمای مختلفی ارتباط گرفتم توی این مسیر و یکی دو تا خوابگاه رو رفتم بازدید کردم. بعد خیلی اتفاقی داشتم یه روز دیوار رو می‌دیدم و متوجه شدم که تک و توک خونه‌هایی پیدا میشن که من اگه یه ذره بذارم روی اون پولی که حالا خودم داشتم و مثلا واسه رهن در نظر گرفته بودم و یه ذره هم از لحاظ اجاره به خودم فشار بیارم، شاید بتونم یه خونه مستقل بگیرم. بعد دیگه از همون موقع افتادم دنبال خونه بگردم و بعد تازه سختی‌های دنبال خونه گشتن بالا اومد واسم و مشخص شد که بدترینش این بود که با املاکی‌ها روبرو بشی. یعنی واقعا امیدوارم که به صنف املاکی‌ها توهین نشه، ولی خیلی تجربیاتی بدی داشتم این مدت با املاکی‌ها. چون اولین املاکی که رفتم یه جا خونه دیدم، بعد دبه کرد، یعنی سر یه روز دبه کرد، گفتش که اون خونه اجاره رفته، در حالی که ما میدونستیم اجاره نرفته. و من کلی امیدوار بودم که اون خونه رو بگیرم چون جاش خیلی خوب بود، نزدیک بود به خونه یکی از فامیلامون، خلاصه مناسب بود واسم دیگه. بعد اون خونه نشد و بعد از اون رفتم یه خونه رو ببینم و تنها رفته بودم و بعد اونجا اون املاکی یه سری حرفایی زد که واقعا خب واسه هر دختری پیش اومده که از این مزاحمت‌ها داشته باشه و واقعا احساس ناامنی کردم، فقط فرار کردم از اونجا. که بعدش هم دیگه من یاد گرفتم واقعا به هیچ املاکی نگم که من تنها دارم دنبال خونه میگردم، چون در جا می‌خواستن از این فازا بگیرن که حالا بیا مثلا ما کمکت می‌کنیم، تنها زندگی می‌کنیم، ما میایم سر می‌زنیم، از این مدلای اینطوری. شما هیچ وقت این کار نکنید دیگه. من از اونجا بهشون میگفتم که مثلا با مامانم دارم میام خونه بگیرم یا همچین چیزی. یه جا میخواستم برم خونه ببینم، تقریبا اون املاکی به 10-15 نفر دیگه گفته بود که اون خونه رو میخواد اجاره بده و همه 1 ساعت هماهنگ کرده بودن که بیان و بعد همه ما رفتیم اون خونه رو دیدیم و بعد اومدیم پایین. بعد اینجوری بودم که خب الان چیکار کنیم، دعوا کنیم با هم دیگه مثلا سر اینکه کی خونه رو بگیره. و در نهایت همجوری اتفاقی 2 نفر رو انتخاب کردم و ما رو فرستادن خونه. و اینکه خونه اونقدر خاصی هم نبوده، یعنی خونه‌ای که من دارم بهتون میگم خونه‌های کوچیکی که هزینه‌های خیلی بالا هم دارن و جای خوبی از شهر هم نیستن. باز یه دونه خونه دیگه مثلا بهم گفتن که حتما بیا ببین و به نظرم میومد خونه خوبیه. رفتم اونجا و وقتی رسیدم گفتن که ودیعه گذاشته یه نفر، مثلا 20 دقیقه قبلش ودیعه گذاشته بود. یعنی اینجوری بود که اگه یه خونه بود که یکم شرایطش مساعد بود در جا میرفتن ودیعه میذاشتن و میرفت اون خونه و بعد خیلی توی استرس قرار میگرفتی که خب حالا اگه یه خونه خوبی بود من چجوری خودم برسونم، مثلا من اون سر شهرم میخوام برم این خونه رو ببینم، چجوری این کارو انجام بدم که اینقدر سریع برسم. دیگه این مشکل‌ها رو واقعا داشتیم دیگه، خیلی استرس دا بود اون فرآیند خونه گرفتن، تا اینکه در نهایت من یه دونه خونه سمت سلسبیل جنوبی
دیدم توی دیوار و فقط اون روز دویدم، یعنی سریعا پوشیدم ماشین رو گرفتم که بیام خونه رو ببینم، چون به نظر شرایطش خوب می اومد و اینقدر توی استرس‌های قبلی بودم وقتی که خونه‌های قبلی رو دیده بودم که اینو دیدم اوکیه و کسی ودیعه نذاشته، گفتم من میخوام اینو اصلا هر جوری که هست و یعنی قسمت من این خونه شد، در حالی که زیاد اصلا خونه رو نگاه نکرده بودم. یعنی مثلا اینجوری نبود که بیام با دقت بگردم ببینم همه چیزش درسته، همسایه هاش کیان، نمیدونم پنجرش به کجا باز میشه، چه اتفاقی میفته. فقط اومدم یه نگاه کلی انداختم و انقدر از قبل توی فشار بودم که گفتم این اوکیه. در مورد اجاره خونه این نکته یادم رفت بگم که الان میگم، بعد اینو ادیت میکنم میذارم همون قسمتی که باید باشه، و اونم که وقتی دارین خونه رو نگاه میکنید همه چیز رو چک کنید، حتی اگه خودتون نمیدونید که وسایل چجوری باید باشه و مثلا ایرادا رو نمیتونید پیدا کنید، کارشناس بیارید. من اولش که اومدم همونجوری که گفتم اینجا رو چک کردم، مثلا دقت نکردم به چیزی زیاد، یعنی فقط گفتم اوکی این خونه رو میخوام بگیرم چون دیگه خونه دیگه پیدا نمیکنم. و بعد کم کم مشکلات خونه بالا اومد، یعنی مثلا اینکه نشتی از لوله ها وجود داره، فاضلابش یه وقتایی مثلا به امید فاضلابش گرفته انگار، یا کولرش همین ماه قبلی بعد از اینکه 2 ماه بود فقط من نشسته بودم توی خونه سوخت موتورش. و بعد من کلی داستان داشتم با صاحب خونه که خب چرا من باید پول موتور رو بدم، موتور وقتی خراب میشه تو باید پولش رو بدی. و بعد دیگه این داستان رو داشتیم و بالاخره حالا هزینه پرداخت شد. ولی واسه اینکه از این چیزا جلوگیری بشه حتما قبلش یه نفر رو بیارید همه چیز خونه رو زیر و رو کنه، فاضلا باش، نمیدونم لوله ها، کابینت ها، وسایل مثلا هود و این چیزایی که وجود داره از قبل، دوشا رو نگاه کنید، لامپا رو نگاه کنید، اگه لامپی هست، اگه نیست حتما بنویسین، یعنی اینا رو دقیق بیاین چک کنین. و اگه چیزی قراره توی اون قرارداد نوشته بشه، مثلا تو قرارداد می‌نویسن که کولر سالم تحویل داده شد، 2 روز بعدش به مشکل برمیخورین. پس اینا رو حتما دقت داشته باشین که بعدش مثل من دچار این مشکلات نشین. اینجا خوبه که این نکته رو بهتون بگم، اگه میرین یک جای ودیعه بذارین، چون وقتی خونه رو میبینین اون فرد میگه بیا مثلا 5 تومن 10 تومن ودیعه بذار و خونه مال تو بشه که اینو دیگه ندن به کسی دیگه ای، توی این فرایند شما دارین این ودیعه رو به املاکی میدین. یعنی ممکنه اون فرد خونه رو داده باشه به یک املاکی دیگه و بعد از اون املاکی هم یه نفر خونه رو بخواد، بعد ودیعه شما میره رو هوا. در نتیجه حتما وقتی که دارین ودیعه میدین از اون املاکی بخواین که یه رسید بهتون بده، اسم و همه اطلاعات خودشون اونجا نوشته باشن که خب این املاکی حالا خدا رو شکر از این لحاظ این فرآیند خوب انجام دادن، یه فاکتور کامل به من دادن اون رسید و اینا، و یعنی از لحاظ ودیعه مطمئن‌تر بودم دیگه. بعدم که یه روز هماهنگ کردیم با صاحبخونه، اومدیم صحبت کنیم و قرارداد ببندیم و اینجا بود که دیگه من خونه گرفتم. یعنی اصلا یک نفسی کشیدم که وای بالاخره این خونه اوکی شد و می‌خواستم یه ذره استراحت کنم. بعد اومدم داخل خونه، بعد می‌اومدم خونه رو تمیز می‌کردم، خودم تنهایی بودم، اومدم کل خونه رو جمع جور کردم و تمیز کردم و رفتم یه سری وسایل تمیزکاری خریدم، کلش رو چندین بار طی کشیدم، آتاشخالا رو جمع کردم بردم و نمیدونم همون دستشویی رو بشور و اینا. من تو خونمون هیچ کار خونه‌ای نمی‌کردم، یعنی خیلی کم پیش میاد من کار خونه کنم و واقعا خیلی باعث شرمندگیه که اصلا از این آدمی بودم که زیاد دست به سیاه‌سفید نمی‌زدم. حالا تو سال‌های اخیر یکم بیشتر مثلا کار خونه انجام میدادم، ولی بعد اومدم اینجا و خب همه چی رو باید خودم انجام میدادم و تازه با واقعیت‌های زندگی داشتم روبرو می‌شدم که مثلا دستشویی شستن و گردگیری کردن و نمیدونم خونه فلان جای خونه رو تمیز کردن و شیشه پاک کردن و این چیزا مثلا چه شکلیه دیگه. خلاصه که خونه رو تمیز کردم و هیچ وسیله‌ای نداشتم وقتی من اومدم، یعنی فقط خودم بودم و یه دونه چمدون و یه دونه ملافه. اولین شبی که اومدم اینجا بمونم یه دونه بالش و یه دونه از این دوشکای مسافرتی تور که واسه مهمان میگیرن، دوشک مهمان، از اینا گرفتم و شب اومدم اینجا خوابیدم و هیچ چیز دیگه نداشتم، فقط یه بالش داشتم و یه دوشک و یه پتو. یه پتو هم از قبل از بندر به خودم آورده بودم. خیلی زندگی غم انگیز بود شب اولی که اومدم. و یه مسئله دیگه این بود که شب اول که اومدم اینجا یک دعوایی به شدت شدید شده بود و خب من همسایه‌ها رو نمیشناختم و صدا خیلی زیاد بود و فکر می‌کردم که مثلا همسایه پایینی و همسایه بالاییم دعواشون شده، چون اینجا 3 واحده، کلا 3 طبقه است، خونه قدیمی هم هست، از این مجتمعای مثلا جدید و فلان نیست. و من با خودم اینجوری بودم که بدبخت شدم اومدم توی ساختمونی که 2 تا همسایه بد دارم که با هم دیگه دارن دعوا میکنن و حتی صداشو دارم، حالا میتونم اینجا واسهتون بذارم، صداشو ضبط کردم چون خیلی دعوای بدی شده بود.
بعدش خدا رو شکر فهمیدم که اینا همسایه‌های کناری ان و صداش خیلی زیاد میومد تا اینجا، مثلا توی کوچه و اینا داشتن دعوا می‌کردن. ولی بعد با همسایه پایینی آشنا شدم که خدا رو شکر خیلی خانم خوبی ان، یعنی شانس آوردم واقعا از اینکه همسایه خوبی دارم و کلی هم راهنمایی کردم اون موقع واسه خرید وسایل و بعدم دیگه از اون موقع ما یه کاری داریم با هم دیگه، کارهای پیش میاد به هم دیگه میگیم و یه نفر هست که اینجا یکم دلم گرم باشه واقعا دیگه. من یه چند روزی با همون وضعیت سر کردم، مامانم اینا و خانواده خب از بندر واسه من یه سری وسایل فرستادن، مثلا یه سری ظرف و ظروف و یه دونه فرش و چیزای مدلی که گذاشته بودن تو قطار، با قطار ارسال کرده بودن. هزینه‌اش هم اونقدر زیاد نبود که از بندر اومد تا اینجا. دیگه وسایل آوردن در خونه و اون روزی بود که یکم اینجا شبیه به خونه شد، یعنی مثلا فرش من انداختم و یه سری وسیله گذاشتم تو کابینت ها و تونستم بعد بالاخره آشپزی کنم، یه سری مثلا قابلمه و تابه و اینا داشتم، چون تا اون روز فقط داشتم نودل می‌خوردم و مثلا چیزای آماده‌ای می‌خوردم و ساندویچ از بیرون می‌گرفتم و از این چیزا. ولی آره دیگه اون موقع تونستم بالاخره آشپزی کنم و یه بوی غذا توی خونه بپیچه و یکم شبیه خونه بشه. همین که فرشو انداختم مثلا خیلی شبیه خونه شد. بالاخره فرش دارم. خود برامش قل بخورم. ولی یه مشکلی که کلا هر سری وسایلی که توی خونه می آوردن من داشتم این بود که خب چون اینجا یک ساختمان قدیمیه و آسانسور هم نداره، این یه طبقه رو باید خب وسایل رو مثلا کارگر میگرفتن بیارن و اینقدر هزینه حمل و نقل مثلا از یک طبقه به طبقه دیگه زیاده که من واقعا باورم نمیشه. من این مدت بخش زیادی از پولایی که پرداخت کردم بابت هزینه این یه طبقه است. یعنی واقعا اگه میدونستم این همه هزینه داره حتما میگشتم یه جایی رو میگرفتم که مثلا آسانسور داشته باشه، حداقل یه سری وسایل بهش آورد. یه نفس بگیرم. چقدر این ویدیو طولانیه، امیدوارم خسته نشین. چیز بعدی که گرفتم یخچال بود که خب یخچالم خیلی واجبه توی خونه باشه دیگه. مثلا یه آب خنک نداشتم من تا اون روز، مثلا چیزی نمیتونستم بخرم، مثلا ماستی پنیری چیزی نمیتونستم بخرم، همه چی رو تک نفره میخریدم. بعد واسه یخچالم خیلی رفتم گشتم، یعنی سرچ کردم، گفته بودن که اینجا سرا امین حضور جای خوبیه اگه درست بگم اسمشو، جاییه که مثلا وسایل خونگی داره و اینا خوبه و رفتم اونجا قیمت گرفتم، پرسجو کردم واسه یخچال. من بودجه آنچنانی هم نداشتم، یعنی مثلا بگم 30-40 میلیون پول داشتم که برام فقط یخچال بخرم یا بیشتر. بودجه هم کم بود، یه سری انتخابای محدودی داشتم و در نهایت یه دونه یخچال امرسان 18 فوت گرفتم که عکسشو واسهتون اینجا میذارم و خیلی اتفاقی با سایت آنلاین کارم، یه سایتیه که وسایل خونگی و کلا لوازم خانگی و اینا داره و هم تخفیف داشت روی این وسیله و همین که پاسخدهیشون خیلی خوب بود. یعنی من اولش خیلی شانسی از اونجا گرفتم به خاطر اینکه تخفیف گذاشته بودن روی این یخچال، ولی بعد دیدم که هم پاسخدهیشون خوبه، هم به موقع اینو آوردن یخچالو، یعنی هم موقع خورده بود به تعطیلی، دقیقاً بعد از تعطیلات آوردنش. بعد قرار بود یه نفر رو بفرستن که اینو بیاره بالا یخچالو، ولی اون فرد که اومد گفتش که من اینو نمیتونم بیارم بالا، نمیدونم عرض پله‌هاتون کمه همچین چیزی. بعد یخچالو گذاشتن رفتن و من موندم و یخچال که پایین بود و اینجا بود که من دیگه برای اولین بار از اپلیکیشن آچاره استفاده کردم. یعنی توی این اپلیکیشن شما خدمات مختلف خونه رو میتونید داشته باشین، از تمیزکاری تا مثلا جابجایی و حمل بار تا لوله کش و برق کار و همه جور آدمی اونجا پیدا میشه که شما بتونید کار خونه رو واسه کار خونه ازشون کمک بگیرید. و خب خیلی سریع هم، یعنی 2 تا کارگر اومدن که یخچال آوردن بالا، خیلی هم سریع اومدن. هزینه‌ش هم تقریبا هم هزینه‌ای که جای دیگه میگیرن، حتی از اونام کمتر. یعنی من از یه جای دیگه هم قیمت گرفتن، گفتن 1 تومن میگیریم این یخچالو بیاریم بالا واسه یه طبقه، ولی اون آقایونی که اومدن همین 400-500 تومن گرفتن و اینا آوردن بالا. یه سری تخفیفا میذاره آچاره که خب یه وقتایی استفاده کنین خوبه دیگه. وقتی بعد یخچال اومد من رفتم دنبال این که یه دونه میز بگیرم، چون که خب بعد کارامو انجام میدادم و واقعا کمردرد گرفته بودم، من روی زمین نشسته بودم و خب خونم خیلی خالی بود، یعنی گفتم اگه بتونم این مبل و یه میز ناهارخوری بگیرم خیلی خوبه. و خب بعد رفتم سراغ دیوار، چون اگه سرویس خواب و چیزای وسایل چوبی، مبلمان، مثلا میز، این چیزا میخواین بگیرین، دیوار خیلی جای خوبیه که ازش بگیرین و برین سراغ اون آگهیایی که ترجیحاً خونه هایی که مناطق بالا شهر میشینن، چون که خیلی هاشون خب وسایلی دارن که میخوان با قیمت های کمتر بدن که مثلا وسایل جدیدشون رو بیارن خونه، و یا اونایی که میخوان مهاجرت کنن یه آفرای خوبی میذارن، مثلا کلی از وسایلشون رو با هم روش تخفیف میذارن و هم میفروشن که اونجا هم میتونین یه سری گزینه‌های خوبی رو پیدا کنین. منم اولین جایی که رفتم
خریدم انجام دادم. یعنی واقعا این که بخوام کلی توی رفت و آمد باشم واسه اینکه چندین جا رو چک کنم و بعد مثلا وسایل رو بخرم جزو گزینه‌هام نبود. کلا من توی خرید کردن آدم نیستم که زیاد برم بگردم، ولی درستش اینه که بریم بگردیم چند تا جای مختلف رو. من رفتم خب اون خونه‌ای که این وسایل گذاشته بودن، بعد یه خانومی بودن خودشون می‌خواستن این وسایل رو بفروشن، یه دونه میز 6 نفره گذاشته بودن، میز نارخوری 6 نفره و مبل ستش. بعد اون موقع که من رفتم یکم رو در وایسی داشتم و اینا درست حسابی چک نکردم وسایل رو که مثلا ریز به ریز نگاه کنم، بشینم رو صندلی و مبلا ببینم وضعیتشون چجوریه و اینا. در کل به نظر همچین پرزنتبل و خوب و اینا می اومد. در نتیجه دیگه من گفتم اینا رو میام میبرم و بعد دیگه وسایل رو آوردیم خونه. ولی هزینه رفت و آمدش خیلی زیاد شد. یعنی من کل این وسایل رو 5 تومن خریدم، بعد هزینه آوردنش 3 خوردی شد. یعنی خب خیلی نامردی بود. و اون وانتی هم که قرار شد وسایل رو بیارن و از آچاره دوباره گرفتم، ولی خب هزینه واقعیش هم همینقدره. یعنی هزینه آوردن وسایل و اینا خیلی زیاده و این وسایل هم زیاد بود، 2 سری مجبور شدن برن و بیان، در نتیجه هزینه‌اش خیلی بیشتر شد. ولی خب در نهایت دیگه این وسایل رو آوردن بالا و گذاشتن خونه و کاملا دیگه اینجا شبیه خونه شد، چون که الان یه دونه میز داره، یه مبل داره، فرش داره. بعد خب اینا خیلی کمک کرد که اینجا یکم حالتش بهتر باشه. ولی آره اینو در جریان باشین که واقعا هزینه حمل و نقل وسایل خیلی زیاده و اگر میخواین وسیله بخرین حتما قبلش تا ریز وسایل رو چک کنید و مثلا حتی زیر مبلا رو نگاه کنید. مثلا زیر یکی از این مبلا یکم پاره بود، یکی از پارچه‌هاش که من اصلا دقت نکرده بودم، توی جابجایی فهمیدیم. یا مثلا این میز لغو بود، من اونجا دقت نکرده بودم و خب اگه دقت کنین توی خریدتون قطعا این اتفاق خیلی کمتر میفته. حتما به این دقت داشته باشین که اگه میخواین برین وسیله ببینین یه جایی از سمت دیوار و هماهنگی دارین انجام میدین، اینا ازشون بپرسید که طبقه چندمن و آسانسور دارن یا نه که وسایل رو بشه باش آورد پایین. چون که یه جاهایی مثلا میبینین هزینه خیلی خوبه بعد بهتون نمیگن که طبقه چندمن، بعد مثلا میفهمین که طبقه 5م 6م مثلا آسانسور هم ندارن. خب دلیل اینکه هزینه رو کم گذاشتن اونجا اون مسئله هست که بعد توی حمل و نقل جبران میشه واقعا اون هزینه. اینم در نظر بگیرین خلاصه توی خریدن وسایلتون. دیگه آخرین خرید وسایل بزرگی هم که من داشتم لباسشویی بود که همین دیروز بالاخره اومدن نصبش کردن و اونو هم از آنلاین کالا خریدم. از خریدم راضی بودم، به موقع آوردنش. فقط اینکه وقتی از آنلاین کالا سفارش میدین بعد باید با نمایندگی تماس بگیرین که بیان برای نصب. یه کارشناس میفرستن، معمولا هم کارشناسی که میفرستن هزینه نمیگیره یا فقط هزینه عیاب و ذهابو میگیره. از وسایل خورده‌ریزم که بخوام بهتون بگم، من تقریبا تمام خورده‌ریزهای خونه رو از دیجیکالا خریدم و واقعا هم راضیم. یعنی میتونید با قیمت‌های خیلی خوب تو دیجیکالا وسایل دم دستی و خورده‌ریزاتون رو پیدا کنید. مثلا من چیا رو از دیجیکالا خریدم؟ آینه سرویس که خب جا داره همه وسایل رو روش بذارید، جام مسواکی، یه سری کاسه برای آشپزخونه، سطل زباله که داخل حموم گذاشتم و سطل زباله‌ای که توی آشپزخونه گذاشتم، لگن برای شستن لباسا چون این مدت لباسشویی نداشتم، خب بعد لباسا رو با دست می‌شستم، آبکش و سبد، یه سری لیوان، چاقو، کتری که خریدم، یه سری ارگانایزر برای داخل کمد خریدم، یه دونه حالت مثلا چیزی که لباسا رو بذاریم داخلش، چون هنوز خب دراور ندارم که بخوام لباس بذارم داخلش و میگم که از نتیجهش هم راضی بودم. یه سری خورده‌ریزا مثلا بود که خیلی راضی نبودم، ولی خب در کل تجربه خوبی بود. خریدای خونه رو هم من خیلی وقتا، حالا یه وقتی که میرم سوپرمارکت و اینا، ولی خیلی وقتا از دیجیکالا جت و اسنپ اکسپرس میگیرم، چون خیلی تخفیف میذارن، تخفیف‌های روزانه میذارن، تخفیف‌های سر ماه میذارن، بعد اس ام اس میده کد تخفیف واسط میفرسته هر وقت که خرید میکنی. خلاصه اینا باعث میشه که واقعا هزینه‌ها خیلی توشون صرفه جویی بشه. تا بحث صرفه جویی توی هزینه هاست، در مورد حمل و نقلم بهتون بگم که از همون روز اولی که وارد تهران میشین اگه اینجا نیستین، حتما نقشه خطوط BRT، خطوط مترو و یه اپلیکیشن هایی که خطوط اتوبوس رو نشون میدن و دانلود کنین و نگه دارین توی گوشیتون، خیلی به کارتون میاد، هزینه‌هاتون خیلی کمتر میشه. اکثر جاهایی که بخواین برین حداقل یه ایستگاه BRT یا ایستگاه مترو یا همچین چیزی هست و خب خیلی راحت اینجوری میتونین جابجا بشین. حالا که همه خریدا و این فرآیندها رو تموم کردیم صحبتشو، بریم سراغ اینکه کلا تهران چه جور شهریه و بعد میرم سراغ اینکه زندگی مستقل چه جوری بود. از نظر منی که از بندرعباس اومدم تهران، اینجا واقعا همه چیز متفاوته. یعنی حتی ساعت
زندگی کردن آدما متفاوته. من ساعت بدنم الان داره تنظیم میشه با اینجا، چون بندر شهریه که خب کلا هم جنوب به شباش معروفه دیگه، کلا شهریه که توی شبا بیشتر زنده است و هوا چون گرمه ما مجبوریم شبا بیشتر بیرون بریم یا اگه فعالیتایی می‌خوایم انجام بدیم شبه و شبا معمولا زیاد بیدار میمونیم و صبح از اون ور خب دیرتر کارمون رو شروع می‌کنیم. کلا فرآیندش این شکلیه. ولی اینجا اینجوریه که واقعا همه صبح خیلی زود پا میشن، به خاطر اینکه یه بخش زیادی از روز تو توی راهی، تو اگه صبح زودم پا نشی از خیلی از کارات جا میمونی. و اینجا حتی سرعت راه رفتن آدما فرق میکنه، یعنی سریعتره، انگار همه چیز روی دور تندیه. اولش انگار من اون تنبله بودم توی زوتوپیا که خب مثلا در برابر یه عالم خرگوش. کلا سرعت زندگی اینجا متفاوته و من الان دارم سعی میکنم باش هماهنگ بشم. یه چیز دیگه اینه که اینجا دعوا خیلی هست و اعصاب خوردی خیلی هست و فشارها خیلی زیاده، بیشتر حس میشه اینجا. یعنی مثلا من توی بندر خیلی کم پیش میومد که همچین مواردی رو ببینم. صف خیلی زیاد هست، هر جا که میخوای بری یه صفه. واسه من سعی میکنم بیشتر کارامو واقعا آنلاین انجام بدم تا اون جایی که میتونم. و در مورد آدما، من کلا یه آدمیم که خیلی راحت اعتماد میکنم به همه و وقتی که اومدم اینجا از همه میشیدم که آدما اینجا گرگن تو نباید اعتماد کنی، آدما اینجا گرگن نباید اعتماد کنی و چندین بار اینو شنیدم و بعد کم کم انگار این ذهنیت واسه من ساخته شد که واقعا اعتماد نکنم به کسی، چون دیدم چندین بار هم مثلا توی همچین آدمایی که باشون روبرو میشیم یا مثلا همون املاکی‌ها که بهتون گفتم یا هر جای تو هر صنف دیگه‌ای دیدم که واقعا یه جایی نمیشه اعتماد کرد و من خیلی راحت اعتماد میکنم و بعد کم کم یاد گرفتم که یه چارچوبای قوی‌تری واسه خودم بذارم و راحت اعتماد نکنم به آدما. درسته که آدمای خوبم خیلی زیادن ولی خب ما که نمیدونیم اون آدم در نگاه اول آدم خوبیه یا بدی. و خب خیلی شهر شلوغیه دیگه، یعنی این همه میدونن اینو که خب توی مترو میری خیلی شلوغه، توی بیارتی میری شلوغه، توی اتوبوس میری شلوغه، توی ایونت میری شلوغه، کافه میری شلوغه، با ماشین میری تو ترافیک گیر میکنی. این شلوغیه همه جا هست و شما اگه آدمی هستین که با شلوغی نمیتونین کنار بیاین قطعاً خیلی اذیت میشین یا طول میکشه که عادت کنین. من خودم آدمی ام که با شلوغی زیاد مشکلی ندارم ولی با وجود اینجا خیلی وقتا اذیت شدم و الان کم کم دارم عادت میکنم بهش بیشتر. ولی خب در کنار همه این مسائلش که بیشتر شده منفی رو گفتم الان که شما آماده باشین واسش، قطعا تهران شهریه که پر از فرصت یه عالم ایونت برگزار میشه، یه عالم گروهایی هست که شما میتونین جوین بشین که باهاشون برنامه‌های مختلف داشته باشین. همه جور آدمی رو میبینی و میتونی باهاشون شبکه سازی کنی و دیدگاهت نسبت به کلا زندگی و این چیزا عوض بشه. من از وقتی اومدم اینجا حس میکنم یه لول اپی داشتم، یعنی مثلا انگار وارد یک فضایی شدم که خیلی امکان رشد داخلش وجود داره. با اینکه توی بندر اسم کردم دیگه واقعا جای رشدی واسه من نیست و از شیره شهر رو کشیدم بیرون دیگه تا جایی که میتونستم ازش استفاده کردم. ولی اینجا اومدم با یک عالمه فرصت‌های جدید روبرو شدم که حتما برنامه‌م اینه که توی از این روزا و توی آینده حتما استفاده کنم از این فرصت‌ها. و اینکه اومدم اینکه واقعا میگن خب تهران شهر فرصت‌هاست، درسته به نظرم. صدام گرفت حرف زدم چون که تنها زندگی میکنم و اسم میگم عادتم به اینکه زیاد حرف بزنم و از دست دادم. و آخرین بخش که خب حالا هم یادم که در موردش گفتم اینه که زندگی مستقل چه شکلیه. من همونطور که گفتم توی بندر که زندگی میکردم کلا آدمی نبودم که زیاد کار خونه انجام بدم و خیلی کم هم پیش میومد کاری اصلا تنهایی بخوام انجام بدم. در نتیجه اینجا اومدنم واقعا چالش‌های کمی نداشت و خب واقعا این فرایند اومدن اینجا و زندگی مستقل اصلا واسه من راحت نبود و اینکه خب با خیلی از ترس‌ها مجبور شدم روبرو بشم. مثلا یکیش همون ترس از تنهایی، خب من به تنهایی زیاد عادت نداشتم، یا ترس از انجام دادن یه سری کارهایی که خب قبلا عمرم خودم سمتشون نمیرفتم. مثلا زهره که بندر بود اصلا تو خودش نمیدید که بخواد بره یک املاکی مثلا چند تا املاکی بگرده دنبال خونه باشون، بیاد خونه ها رو ببینه یا همچین کارهایی انجام بده، یا مثلا خودش تنهایی بره یخچال بخره، لباسشویی بخره. این کارا رو همیشه واسهشون وابسته بودم به خانواده. ولی روبرو شدن با این چالش‌ها و این ترسایی که بود خیلی لول اپ کرد من این مدت. الان خیلی خوشحالم که این کار انجام دادم چون من مدت‌ها تو فکر این بودم که این زندگی مستقل رو بیام تجربه کنم و بیام تهران زندگی کنم و اینقدر که عقب افتاده بود دیدین یه کاری رو هی انجام نمیدی، بعد هی بیشتر میترسی، هی بیشتر میری توی منطقه امنت و بعد حس میکنی واقعا دیگه اون آدمی نیستی که از پسش بر بیای. ولی بعد که از پسش برمیای انگار یک آدم جدیدی شدی و وقتی از اون تونل عبور میکنی انگار که خیلی توی خودت تغییر زیادی رو حس میکنی، قدرت بیشتری رو توی خودت حس میکنی که همچین چیز بزرگی رو تونستی شکست بدی.
شاید این چالشایی که من میگم واسه خیلی‌ها واقعا عادی باشه، یعنی اونقدر سخت نباشه، ولی میدونم خیلی‌ها هستن که مثل منن که هنوز تو منطقه امنن و نیومدن ازش بیرون. وقتی تو موقعیت بزرگتر قرار میگیرید شما بزرگ میشید همراهش، و اگه مثلا توی شهر بزرگتری قرار میگیرید شما رو هم رشد میده، همونطور که سختی‌های خودشو داره فضایی برای رشد براتون فراهم میکنه. ولی البته من این مدت بیشتر داشتم سعی می‌کردم که اداپت بشم با شرایط و کلا خودمو وفق بدم و خیلی نرسیدم چیز جدیدی رو برام تجربه کنم، از فرصت‌های اینجا بیشتر استفاده کنم. پس سعی می‌کنم حتما در آینده اینو بذارم تو اولویتم، یکم بیشتر خود تهران رو تجربه کنم، فرصتایی که داره، یه سری کارهایی که دوست داشتم انجام بدم ولی توی بندر فرصتشون اینجا نمیشد یا مثلا امکاناتش نبود و اینجا حتما شروع کنم و برم سراغشون، و بعد گزارش اینا رو هم حتما واسهتون میذارم توی کانال. همین الانش همین ویدیو خیلی طولانی شده، امیدوارم که نتیجهش خوب شده باشه و شما جواب سوالاتون رو گرفته باشین. هر سوالی هم که داشتین توی کامنت ها اینجا میتونید بپرسین و به کانال من سابسکرایب کنید. قرار ویدیوهای خیلی بیشتری داشته باشیم در مورد این سفری که من شروع کردم. فعلا خدافظ.